اگه خدای تو وجود نداشته باشه چی؟ دوست عزیزم داری چی میگی؟ خدای تو، خدای من، اگه اونا وجود نداشته باشن چی؟ خب خدا و خدایان اگر وجود نداشته باشن هیچ چیز معنی پیدا نمیکنه. یا شاید معنی پیدا کنه. چی داری میگی واسه خدا؟ اصلا برای چی به خدایان نیاز داری؟ خب اگر خدایی وجود نداشت هر کسی هر کاری انجام میداد و هیچ اهمیتی نداشت. تو میتونستی دروغ بگی و هر کاری دلت میخواد انجام میدادی و هیچ حقیقتی نبود و ارزش و معنایی نداشت. پس اگر خدایی وجود نداشته باشه بازم وجودش برامون الزامیه. اگه وجود نداشته باشن خب باید بپذیریم که ندارن. آره اما تو قبول نداری این حرف تو با این کنار نمیای. تو فقط به فکر مرگ هستی. تو فقط به فکر بالقرار تو هم هستی. فقط به فکر بهشتی. بهشت جای مسخره‌ای به نظر میاد، جایی که همه همیشه خوشحالن. حالا مکان مسخره تمام جنگجویان مرده دوباره میتونن هر روز صبح با هم بجنگن و همدیگر رو دوباره بکشن و بعدش همگی با هم زجر میکشن. خب هر دوشون مسخرن.